دوستان بیا هم تاسو سره خلاص وایم ښایسته سهار مو په خیر. ډېره زیاته مننه چې موږ سره ملتیا لرئ ستاسو په درانه چوپړ کې د زندګي زیباسته خپرونه ده، البته ویژه خپرونه ده چې تاسو ځان ته وړاندې کوم. البته زموږ میلمانه موږ سره په خپرونه کې ستا دوی ته ښه راغلاست وایم ښایسته سهار مو په خیر. خوش آمدید. سلامت باشین. آقای عزت الله و خانم نگار خوش آمدین. تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردین. بسیار سلامت باشین. کامرا به خدمتتون است. اگر احوال پرسی دارین همراه خدمت رئیس. خب به نام خداوند و با درود بر پیامبر صلی الله علیه و سلم صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان ارجمند. خوشحالم که فرصتی برای صحبتی میسر شده است و در خدمت هستیم با ادامه برنامه. تشکر. سلام عرض دارم خدمت شما و بیننده خوبی تلویزیون صبح‌ها. تمام مهمانان عزیز هر جایی که هستن صبح خوبی را آغاز کرده باشن. تشکر بسیار زیاد. امید داریم که صبح شما هم به بسیار خوبی و خوشی آغاز شده باشه. سلامت باشین. سفر داشتین به کشور آمریکا. میشه که در اون مورد در کل صحبت بکنین و جزئیات بیشتر به خدمتتون عزیز تقدیم بکنین. البته من آقای راجی اول بهتره صحبت کنیم راجع به دفتر کامپو. خوب بله، طوری که شما فرمودین ما در سال 2014 در ماه آگوست بود اگر اشتباه نکنم یک سفر داشتیم به ایالات متحده آمریکا برای تقریبا 20 روز و این سفر که بعداً به جزئیات بیشتری قرار میگیریم و گزارش بیشتری از او ارائه میکنیم به همکاری و کمک دفتر کپو فکر کنم Cooperation for Peace and Unity چیزی شبیه اسمی اونه، دفتری که در زمینه اعمار صلح و در زمینه در واقع زمینه سازی برای تأمین صلح سراسری در کشور فعالیت داره و دفتر افغانیه و دفتری که از خود ما هست فعالیت میکنه. به همکاری دفتر سفر زمینه فراهم شد و ما رفتیم به ایالات متحده آمریکا. خوبه که یک معلوماتی کوتاهی در مورد دفتر کپو برای شما ارائه بکنم. بسیار خوب است. و دفتر کپو از 18 سال پیشتر در افغانستان فعالیت میکنه و تأسیس شده و تمام مدیران و گردانندگان این دفتر افغانی هایند و در واقع عمده فعالیت های دفتر و تمرکز اصلی دفتر در زمینه صلح و ایجاد صلح و اعمار صلح. البته وقتی میگیم صلح لزوما نه به معنای صلح سیاسی بلکه صلح به معنای عام کلمه، یعنی صلحی که در تمام سطوح جامعه به وجود بیایه و انواع مختلف صلح در بر بگیره در زمینه فعالیت میکنه و یک بخش از فعالیت های این دفتر در زمینه اعمار صلح اینه که نخبگان افغانستان و فرهنگیان افغانستان و مردم دانش آموخته افغانی زمینه سفر اونها و دید و بازدید اونها با کشورهای دیگر مخصوصا ایالات متحده آمریکا فراهم میکنه و اینها میرند و اونجا با اونها صحبت میکنن و با مردم میبینن و از نزدیک با اونها آشنا میشن و این در واقع یکی از راههای برای از اینکه زمینه صلح بیشتر فراهم بشه. در خدمت هستیم با سوالای بیشتر شما. تشکر بسیار زیاد از معلومات کلیتان. من هم شما را خوش آمدید میگم به برنامه. خوش آمدید و راهلا جان و اجازت ما برشم چای بریزم. تشکر. تشکر. خانم نگار شما بگوین سفرتان چند روزه بود و چقدر دستاوردهای خوب داشتین از این سفر؟ خدمتتون عرض کنم که همه صحبت‌های کلی را آقای همکار عزیز ما گفتن. واقعا سفر بسیار عالی بود از طرف دفتر کامپو. یک چیزی که خدمتتون عرض کنم، دفتر کامپو را بیش از 18 سال میشه که این فعالیت را آغاز کرده و کار کردن و در زمینه صلح و گفته آقای عجیبی که صلح سیاسی نیست، صلحی که برای مردم واقعا صلح آور باشه و این سفر برای همه کشورهای دنیا خصوصا کشورهای مسلمان یک سفرهای دارن که هماهنگی کردن با دید و بازدید از فرهنگ و عنعنات اونجا و چیزی که برای خود ما شخصا مهم بود که وقتی که نام از آمریکا میشنویم و کشوری که 1% مسلمان وجود داره و وضعیت مسلمان ها را در دیدن برای آمریکا برام بسیار جالب بود. یک چیزی که برای خودم بسیار جالب بود در کشوری که امروز کشوری که مسلمان هستیم الحمدلله 99% مسلمان ها وجود داره با
بیش از 1400 مساجد داره و در آمریکایی که 1% مسلمان وجود داره بیش از 2000 مساجد وجود داشتن و دیدن ما از اونجا با مردمی که مسلمانان وضعیتش چگونه هست، آیا میتونه مسلمانان مثل دیگه ادیانی که اونجا زندگی میکنه از زندگی خوبتری برخوردار باشه؟ این برام بسیار جالب و مهمتر بود که وضعیت اونجا دیدن داشتم از مسلمانان آمریکا و مسلمانایی که در اونجا چگونه زندگی میکنن، مثلا خصوصا مهاجرینی که در کشورهای مختلف اونجا زندگی میکنن، آیا من ایس یک شهروند آمریکایی حق زندگی کردن بهتر و حق تعلیم و تربیت برخورد نجات پرستی اینا هست یا نیست؟ ما بیش از 5 دروگوی 4 ایالات متحده آمریکا را دیدن رسمی داشتیم، با کانگرس داشتیم، با وزارت خارجه آمریکا داشتیم، بعضی صحبت‌های بحث شاید دوستان داشته باشه. دیدنی بسیار مهمی برای خودم شخصا بود این سفر. بسیار خوب. شما یاد کردین که گفتین از نخبگان افغانستان البته رفتن چند بار میشه، چقدر دستاورد داشتین تا به حال به سفرهای کشور دیگه؟ بله، طوری که گفتم هدف اصلی از این سفرهایی که زمینه اونا فراهم میشه اینه که یک تبادلات فرهنگی میان نخبگان افغانی و مردمی که در اون سرزمین زندگی میکنن به وجود بیاید و هدف کلی اینه که ما با فرهنگ و رسوم و نحوه زندگی و مردم آشنا بشیم و دقیقاً که سفرها دستاورد بسیار زیادی هم بریم و هم برای کسان دیگری که رفتن داشته و در آینده هم خواهد داشت. حقیقت اینه که وقتی آدم به او سرزمین میره و با ایالات متحده آمریکا مخصوصاً او کشور وارد میشه و نحوه زندگی و مردم و برخورد اونها با یکدیگر میبینه، چیزهای برای آموختن داره برای ما. مثلا مسئله آزادی و عدالت به عنوان مهمترین ارزش‌های یک جامعه دموکراتیک و مهمترین حقوقی که یک شهروند به عنوان یک شهروند داره، در اونجا در واقع متحقق میشه و شما به معنای تمام کلمه آزادی و عدالت در اون سرزمین میبینید. طوری که خانم کیانی اشاره کردند، در او کشور شما تفاوتی بر اساس نژاد و رنگ و مذهب و زبان و چیزها نمیبینید. همو حقی که یک امریکایی و یک شهروند امریکایی مسیحی یا یهودی داره در زمینه مسائل مختلفی زندگی شهروندی یک مسلمان هم داره. همو حقی که یک سفید پوست داره یک سیاه پوست هم داره. ما با مجامع مختلفی مسلمان در اون سرزمین ملاقات کردیم و با اتحادیه‌ای که مسلمان ها داشتن به اونجا، به مراکز آموزشی که داشتن، مراکز دینی که داشتن رفتیم، از نزدیک اونها رو دیدیم. همه اونها 100% راضی بودن از اینکه دولت نه تنها فعالیت‌های اسلامی و دینی اونها رو محدود نمی‌کنه، بلکه تلاش میکنه و سعی می‌ورزه تا زمینه رشد اونها و زمینه ترویج اندیشه دینی اونها رو فراهم بکنه. البته وقتی ما میگیم آزادی هسته، خب باید به نکته توجه داشته باشیم که آزادی محدودیت‌های خود داره و در امریکا هم آزادی وقتی که میگیم محدود به حدود قانون و محدود به چارچوب قانون هسته، ولی در کل مسئله از آزادی و مسئله عدالت در میان شهروندان امریه که توجه هر مسافری که به اونجا میره و هر کسی که اونجا وارد میشه رو به خود جلب میکنه و در واقع چیزهای زیادی در این زمینه برای آموختن داره. نکته دیگری که میخواستم عرض بکنم اینه که یک از چیزهای جالبی که شما به سرزمین میرین و میبینین اینه که احترام به حقوق انسانی انسان‌ها، یعنی شما به اونجا به عنوان انسان حق دارین و این حق شما به رسمیت شناخته میشه و هیچ تفاوتی نداره که انسان متعلق به کدوم زبان و کدوم نژاد و کدوم مذهب و چنین چیزی باشه و این چیزها همه چیزهای هست که قابل ملاحظه و آموختنیه و انسان میتونه از اونها استفاده بکنه و برای تحقق اونها در سرزمین خود. تشکر از شما. تشکر جان، سپاس. بعد این لحظات برنامه هم میان برنامه کوتاه میگیریم و جای نرین. زندگی زیبا ادامه داره.